این پاره پیراهن فرزانه غلاموی 26 ساله است. او صبح 19 سپتامبر بعد از ماجرای در حمام خود را آتش زده است. خواهی پشکی درد دای سوخته نمیجا باقی است او خو من ندیدم یا گم چه میگم نمیجا اشتگی نمیدونم چه پشتر میتونم ای پشت دارد نمیدونم ما خونم سرالگا پرالگا نداریم. سبب ماجرا گم شدن گردنبند طلایی خوشدامن بوده است. نه چند روز پیش هم زنجیرش خولم 20 گرم داشت گم که خود هر دم نخسم دو قسم خورده پرچه خونم نیفتنش چیلا گم شد چه میگه تای خواب میروش. ایوبی نمازعلی شوهر فرزانه در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت شام همان روز او را برای حفظ رقم تلفن یک روحانی پرسجو کرده است. میگه ملا زورای مرا قشر میخواند دعا میخواند قشر میخواند دم و قشر ملا نیست دیگه. صبح روز دیگر اقربای شوهر دیدن که فرزانه میسوزد. اگر شوشی جشتگی به نگفت شیرم بیا یا همینو دنم خلرت شیر نواردش هم دیدم که رفت دیگه واقعا هم میانم برامد پیدامش رفتم خودم که بدایم فایرش هم خودم شون دیگه در رفتن نمیدونم علاوه چه خیلی کشتن بشن 20% بدن فرزانه ضرر دیده است و حالا در بیمارخانه شهر کلوب بستری است. طبیبان حالتش را وزنین میگویند. بعد با این همین جنجال کده که ما ساری خونه دختر دردم نه و این بالسته دینه بگه اپرسته بردم که ساری تلفن کرد که دختر دیگریم که بیا میگه دمادر که تید بیه که دختر تون مرده بگیریم بریم دیگه خیلی نمیدونم بچم بازمین اومدیم با عثمان اومدیم نمیدونم. پیوندان میگویند فرزانه از زندگیش در خانه شوهر در شهر کلوب راضی نبود. چند بار کارمندان جماعت میانه رو شدند تا از شوهر جدا نشود. یک مرتبه دیگه رفتیم اومدیم اما من خواستم که همین زندگی نکنه دیگه همین دایم همین زندگی همین تلخی و همین جنجالای. فرزانه با یک کلین دیگر دو خواهر شوهر و خوشدامنش در یک خانه زندگی میکردند. صاحب یک دختر میباشد و آوان خودسازی فرزانه حامله بوده است. مقامات سببهای قصد جان کردن او را تحقیق دارند.